نامش چیست؟ ماه رحمت و غفران، ماه نجات از نیران. نامش چیست؟ نامش چیست؟ آن هست کلام الله نازل شد بر مصطفی. نامش چیست؟ نامش چیست؟ آن هست کلام الله نازل شد بر مصطفی. نامش چیست؟ نامش چیست؟ شبیست در رمضان، در آن نازل شد قرآن. نامش چیست؟ نامش چیست؟ شبیست در رمضان، در آن نازل شد قرآن. نامش چیست؟ نامش چیست؟ آن غاری که بود محمد روز و شب در آن متعبد. نامش چیست؟ نامش چیست؟ آن غاری که بود محمد روز و شب در آن متعبد. نامش چیست؟ نامش چیست؟ نازل کرد بر مصطفی قرآن آورد از بالا. نامش چیست؟ نامش چیست؟ نازل کرد بر مصطفی قرآن آورد از بالا. نامش چیست؟ نامش چیست؟ اولین کلمه بود در قرآن الله فرمود. نامش چیست؟ نامش چیست؟ اولین کلمه بود در قرآن الله فرمود. نامش چیست؟ نامش چیست؟ یا الله حب قرآن در دلهای ما گردان. در راه دین و ایمان ما را قبول بگردان. در جنات خدایی بده ما را تو جایی. راضی باش از ما یا رب در هر روز و در هر شب.